آریانا سعید در کشور ترکیه و تجارت جدیدش که اصلا باورتان نمی شود. سفرهای متعدد آریانا سعید به کشور دبی فاش شد. سوء قصد جانی و آریانا سعید در کشور استرالیا و افشای بزرگترین تجارت آریانا سعید در کشور ترکیه. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید هنرمند خوش صدای افغان که دارای سرمایه خاصی بوده است و ای را میتوان یکی از هنرمندان پولدار در میان هنرمندان افغانستان شمارید. آریانا سعید کارهای هنریش را در سال 2008 آغاز کرد و ای از زمان آغاز کارهای هنریش کارهای مسلسل و با اعتماد به نفس انجام میداد که مورد حمایت و تشویق فراوان مردم افغانستان قرار گرفت. سعید هنرمند خوش صدای افغان در افغانستان قبل از تغییر رژیم حاکم برندی از لباسهایش ساخت، ولی از بخت بد آریانا سعید بعد از روی کار آمدن گروه طالبان تمام کاربار تجاری آریانا سعید از افغانستان و کشور ترکیه انتقال یافت. جدیداً آریانا سعید قرار است در کشور ترکیه باری دیگر برندی از لباسهایش را بسازد. آریانا سعید همیشه مصروف کارهای هنریش بوده است. در پهلوی کارهای هنریش همیشه دفاع از حقوق زنان انجام داده است. آریانا در کشور دبی قرار است رستورانتی به نام خودش بسازد که هزینه بیشتر از $1,000,000 امریکایی انجام داده است. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. تا درودی دیگر امیتان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.